صبر کن این ویدیو از من زده، چون قرار از فیلم دون گرفته تا بازگشت ما در فیلم ماتریکس با هم سفر کنیم. پس اگه آماده ذهنتون رو با فیلم هایی که تفکر عمیق فرو میبره و حتی شوکتون میکنه که با خودتون بگید آیا اصلا فهمیدم چی شد، پس با ما همراه باشید. بریم. سلام دوستان، من عبدالواسع هستم. خوش اومدید کانال بیار تیوی. امروز قراره با یکی از داغ‌ترین، هیجان انگیزترین موضوعات سراغ اومدم. میخوایم با 5 تا از فیلم‌های علمی تخیلی اخیر آشنا بشیم. فیلم‌هایی که هم شما رو شوکه میکنه، هم به دنیایی از تکنولوژی، فلسفه و آینده میبره. پس با من فیلم دون، بازی شن و سیاست. آغاز کنیم با فیلمی که وقتی اسمش میاد نمیتونیم راحتی ازش بگذریم. فیلمی که نه تنها دنیای علمی تخیل رو به سطح جدیدی برده، بلکه با خودش معاصر شن هم آورده. فیلمی که با جلوه‌های ویژه و خراسانی که داره احتمال شما رو از صندلی بلندتون کنه. به سوال داری که چرا تیموتی شالامی در این فیلم با موهای بلندش اینقدر جذابه؟ خب ما هم نفهمیدیم، ولی خب حتما تاثیر داره دیگه، مگه نه؟ خب تصور کن که توی آینده خیلی دور زندگی میکنی که کل دنیا تحت سلطه خاندان قدرتمندیه. یه سیاره وجود داره به نام آراکسیس که حکم طلا رو داره. چرا؟ چون تنها جایی که ماده‌ای به نام اسپایس وجود داره. اسپایس چیه؟ اسپایس باش میتونی تو فضا سفر کنی، هوش و طول عمرت هم میبره بالا. حالا خاندان آتریدیس مسئول این سیاره هستن، ولی خب سیاست که وجود داشته باشه خیانت هم هست. پر آتریدیس پسر این خاندان یهو میفهمی که نقش خیلی بزرگتری در این بازی داشته باشه. خوابهای عجیبی میبینه، قدرت‌هایی داره که حتی خودش هم نمیفهمه و برای بقا مجبور میشه که ما مردم بومی سیاره متحد بشه. از کرم‌های غول پیکر بگیر تا جنگ‌های سیاسی و خیانت‌های پشت پرده که داره. ماجراجو تمام عیاری که با این فیلم اومدیم. رستاخیزهای ماتریکس. دوباره برگشتیم به دنیای سیم و کد. وقتی که این فیلم رو میبینیم با خودمون میگیم که آیا برگشتیم به بزرگترین برگشت‌های تاریخ سینما، یعنی فیلم ماتریکس؟ بله برگشتیم، ولی با سوال‌های فلسفی بیشتر و دستگاهی‌های بیشتر تو واقعیت. توماس اندرسون نوعی معروف خودمون تو زندگی عادی گیر افتاده. روز شرکت میره، شب قرص آبی میخوره و فکر میکنه که ماتریکس فقط بازی ویدیویی که خودش ساخته. ولی اگه اینجوری باشه چرا یه جور عجیبی واقعی به نظر یه سری آدم‌های مرموز میون و بهش قرص قرمز رو پیشنهاد میکنن و نئو دوباره برمیگرده و دمار از روزگار ماتریکس در میاره. ولی خب اوضاع پیچیده‌تر از قبل شده. آیا نئو قهرمان قدیمی خودمونه یا خودش یه تو هم دیگه گیر افتاد؟ فیلم تنت. وقتی زمان اونجوری نیست که داری فکر میکنی. نولان قشنگ میدونه که ما رو چطوری ذهن ما رو چالش بکشه. حتی با فیلمی که وقتی که تموم شد با خودمون بگیم که آیا اصلا فهمیدم چی شد. این فیلم کل محور زمان حرکت میکنه. نولان قشنگ میدونه که چطوری ما رو دنیای شگفت انگیز خودش را بده، با داستانی که حول و محور زمان رو معکوس میچرخه. ولی اینو بگم، زمان فقط یک مفهوم نیست در این فیلم، یک ابزاره. حتی ممکن چند بار احساس کنی که داری به عقب برمیگردی. ماجرا از این قراره که یک مأمور مخفی که اسم خاصی هم نداره، بهش میگن پارتاگونیست، تو یک مأموریت گیر میفته که فقط یک مسیر زمانی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی میتونه توسط یه سری آدم‌ها دستکاری بشه. یعنی هر اتفاقی که بیفته میتونه برعکسش هم اتفاق بیفته. مثلا گلوله‌ای که عقب برمیگرده به جای اینکه به جلو بره. حالا این بنده خدا میخواد جلوی یک نابغه دیوانه رو بگیره که میخواد با استفاده از این فناوری پیچیده دنیا رو به نابودی برسونه. ولی مشکل اینجاست، هرچی که ماجرا جلوتر میره بیشتر میفهمی که این ماجرا در کل برنامه‌ریزی شده بوده، حتی توسط ایکس ماکینا، جایی که ربات‌ها از ما هم باهوش‌تر میشن. الیس گارلند با یک سوال مهم شروع میکنه: اگر ربات‌ها بتونن فکر کنن، آیا به اندازه انسان واقعی احساس دارن؟ جواب این سوال ممکن خیلی حیرت‌آور باشه. این فیلم به بررسی هوش مصنوعی و ارتباط با ربات‌ها رو میپردازه. اینجا خبری از جلوه‌های ویژه نیست، بلکه یک درام فلسفی که فیلمو خیلی جذاب کرده. به نظرم هر کسی که به آینده، تکنولوژی و انسان اهمیت بده این فیلم رو باید ببینه، اما به شرطی که پس از اتمام فیلم آمادگی سوال‌هایی که پیش میاد داشته باشه.
آسمان نیمه شب، جایی که زمین به آخرین خط خودش میرسه. و در نهایت میرسیم به آسمان نیمه شب، جایی که جورج کلونی میخواد به ما نشون بده که حتی در دل یک آخر زمانی ارتباط انسانی واقعی پیدا میشه. فرض کن زمین داره نابود میشه، همه دارن فرار میکنن، اما یک دانشمند پیری در قطب شمال مونده که سعی داره ارتباط گرفتن با سفینه‌ای بگیره که سرنشیناش خبر نداره که زمین داره نابود میشه. اما مشکل اینجاست، ارتباط گرفتن راحت نیست، مخصوصا طوفان مرگباری که داره به سمتش میاد. و از اونم بدتر یه دختر کوچولویی هم کنارشه که معلوم نیست از کجا سر کلش پیدا شده. حالا این مرد با شرایط سخت قطب شمال کنار بیاد، با سفینه ارتباط برقرار کنه و از دختر بچه مراقبت کنه، در حالی که خودش کلی راز رو گذشتش داره. این فیلم در عین حالی که در آینده و فضا قرار داره، اما در نهایت میرسه به روابط انسانی بین مردم. شاید یادآور این باشه که در بدترین شرایط امید آخرین چیزی که میمیره. خب اینم 5 از فیلم‌های علمی تخیلی اخیر که خودش دنیای عجیب و غریب و داستان پیچیدگی و عالم خودش داره. حالا نوبت شماست، کدام یک از این فیلم‌ها نظرتو بیشتر جلب کرد؟ حتما برای ما کامنت کنید. ما هم دوست داریم با شما بحث‌های سینمایی دوری با شما داشته باشیم. اگه این ویدیو دوست داشتین با لایک، کامنت و سابسکرایب ما را حمایت کنید. مرسی که تماشا کردید.